ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 22. نشر اثر دوجلده پیشوای ملت امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت را تحول بنیادی در جاده علم زبانشناسی معاصر تاجیک ارزیابی نمودن به مورد است. قسم یکمی اثر از باب دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی آغاز گردیده بابهای سرگذشت تاریخی واژه تاجیک و زبان تاجیکی، زبان ما در دوره استیلای عرب و نخستین سلاله های ایرانی تبار، زبان نوشتاری تاجیکی دوره آغازین، دوره بالندگی و شکوفایی زبان تاجیکی و گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی را در بر میگیرد. تاریخ گواه است که سبب از بین رفتن دولت ساسانیان و در زیر تصرف عربها قرار گرفتن ایران و ماوراءالنهر پیش از همه جدایی و پراکندگی سیاسی و مذهبی، نبودن اتحاد مستحکم میان دولت‌های خرد این سرزمین پهناور، مخالفت، جنگ‌های بین همدیگری و حتی خیانت و وطن فروشی بعضی حاکمان محلی بودند که گذشتگان ما را به شکست سیاسی و نظامی مواجه کردند. در همه دور و زمانها پراکندگی و جدایی، کلبش‌های عقیدوی و دینی، جنگ و مخالفت‌های داخلی قوم و ملت‌ها را به گرداب ضعف و ناتوانی کشیده آنها را مطیع و اسیر بیگانگان کرده است. برخلاف این وحدت و یگانگی و تمامیت ارضی کشور، پایداری عقیده و مذهب عامل‌های پیشرفت و بالندگی خلق‌ها بوده آنها را به سازندگی و بنیادکاری، شناخت منفعت‌های خودی، قدر کردن دین و مذهب، ارزش‌های فرهنگی و تحکیم هویت ملی هدایت کردند. در عرفه اصطلاح عرب در میان قوم‌های آریایی نفوذ همین عامل‌های وحدت آفرین خیلی سست گردیده به مغلوبیت آنها در پیکار با نیروی بیگانه که بنیادش بر عقیده یکتاپرستی، برابری و وحدت امت استوار بود باعث گردید. دوره اصطلاح عرب برای تاجیکان و خلقهای دیگری آریایی در برابر مرحله شکست و ناکامی‌های سیاسی و نظامی بودنش، همچنین دورانی به ظهور آمدن روح آزادی خواهی و وطن پروری هزاران فرزندان جسور و فداکار بود که تا نفس آخرین با نیرومندترین قدرت زمان مبارزه برده در نبردهای نابرابر قهرمانانه هلاک می شدند. مبارزه مردمی میهن پرست بخارا، سمرقند، سوخت، ختلان و نواحی دیگر که ضربه های جانکاهی به استیلاگران رسانیده و سرلشکران عرب و سپاهیان مغرور آنها را گاه ها به فراری شرمنده‌بار وادار کرده اند نمونه عبرت می باشد. شورش و اسیان های فرزندان آگاه و دلاور سنباد مغ، دیوشتیچ، غورک، مقنع، بابک و دیگران
بهترین تجسمی وطن پرستی و آزادی خواهی ملتی سربلند ما است. همین روحی شکست ناپذیر، همین میهن دوستی و آزادی خواهی، همین فداکاری و جان نثاری فرزندان برومند ملت ما در راه دفاع از مرز و بوم اجدادی، ارزش‌های فرهنگی و هویت ملی خویش بود که شکست نظامی و سیاسی را از عرب‌ها و پیروزی معنوی و فرهنگی بر آنها تبدیل داد و زمینه‌های احیا و تجدد و استقلال سیاسی و دولتی تاجیکان را در عهد سامانیان پیریزی نمود. اصطلاح عرب برای هستی جسمانی و معنوی، زبان، فرهنگ، رسم و رسوم و آیین و اعتقادات نیاگان ما عاقبت‌های بسا مدهش و گران به بار آورد. طبیعی است که همه گونه جنگ و دشمنی با خرابکاری و غارتگری‌های متعصبانه توأم است. در روند اصطلاح خود عرب‌ها نیز هزاران هزار شهر و دهات سرسبز و شکوفای نیاکان ما را به کام آتش کشیدند. در کنار این قتل و خونریزی‌های بیرحمانه و سفاکانه عرب‌ها از فجیع‌ترین صحیفه‌های تاریخ دوران اصطلاح محسوب می‌شوند. مقاومت‌های سرسختانه مردم اکثر نواحی و شهرهای ایران و ماوراءالنهر بر مقابل اصطلاحگران با بیرحمی‌های گوش‌ناشنید و کشتارهای بی حد و حساب پخش کرده می‌شد. در سرچشمه‌های تاریخی آمده است که عرب‌ها سال 28 هجری 649 میلادی استخر را تسخیر کردند، برای مردم اسیان کرده والی عربی شهر را کشتند. سرلشکری عرب عبدالله ابن عامر این را شنیده قسم خورد که از خون مردم استخر آسیابی را گرداند و از آرد این آسیاب نان بخورد. این سرلشکری خونخوار دوباره شهر را فتح کرد و تنها از کسانی که نامشان معلوم بود 40,000 کس را بکشت. بجز این هزاران کشتگانی نیز بودند که نامشان معلوم نبود. عبدالله ابن عامر بر قسم بربرانه خود پافشاری کرد و خون کشتگان را بر آسیاب ریختند و بر آن آب گرم ریختند تا چرخ آسیاب گردان شد. در حافظه تاریخی مردم آریایی دوران حکومت 20 ساله حجاج ابن یوسف در عراق چون ایامی پرحول و وحشتزا و ظلم و خونخواری بی امان ثبت گردیده است. اگر در قول مورخان عصرهای میانه مبالغه راه نیافته باشد، پس حجاج خون آشام بیش از 120,000 کس را شخصاً به کشتن امر کرده بود که اغلب آنها مردم آریایی تبار از زمره موالی و اسیران بودند. همچنین در سرچشمه ها مذکور است که هنگام وفات حجاج در زندانهای او 50,000 مرد و 30,000 زن محبوس بودند. سرلشکری عرب قتیبه ابن مسلم که بیشتری قلمرو ماوراءالنهر به دست او ضبط شده است، در سفاکی و خون آشامی و ظلم و جبر بر حجاج پیش دستی داشت.
ضبط‌کاری‌های او در این سرزمین باعث کشتار هزاران نفر فرزندان آزادیخواه و حامیان دلاور مرز و بوم اجدادی گردید. در سرچشمه‌های تاریخی، خاصتاً در کتاب‌های مربوط به اصطلاح عرب، تعداد قربان شدگان اغلب شهر و نواحی ایران زمین بر اثر جنگ‌های شدید و یا سرکوب شدن اسیانگران آزادیخواه از جانب استیلاگران و قید آمده است. با خودداری از ذکر این رقم‌ها که واقعاً دلها را به درد می آرند، سینه ها را به افغان برمی انگیزند و عقلها را از خونخواری بنی آدم به تحیر می افکنند، می خواهیم آن نکته را تاکید کنیم که محو انسانی صاحب زبان و صاحب فرهنگ در عین زمان محو زبان و فرهنگ است. از این رو هزاران هزار قربانیان جنگ های اصطلاح عرب نه تنها خطری مدهش به هستی جسمانی خلق های آریایی بود، بلکه خطری زبانکش نیز محسوب می شد و به هستی معنوی آنها ضربه های جانکاه وارد می کرد. زبان ملی در همه دور و زمانها شهپری با اعتماد هستی معنوی ملت است. در برابر این زبان را می توان به شمشیر تیز و برای شباهت داد که صاحب زبان به وسیله آن هستی معنوی خیش را از هجوم و حمله های ملیت زدا و فرهنگ سوز محافظت می کند. عرب ها بیش از اصطلاحگران دیگر به درک این نکته رسیده بودند که زبان، معنویت و فرهنگ و آیین خلقهای مغلوب می توانند نه تنها سد در راه انتشار دین مبین اسلام شوند، بلکه مایه وحدت و پایه نهضت آنها را فراهم آورده حکومت عرب ها را در کشورهای اصطلاح شده به خطر اندازند. بنابراین عرب‌ها از آغاز امر در کشورهای تسخیر شده تغییر محیط معنوی و دینی را به طوری که آن به برانداختن دین و اعتقادات محلی، از بین بردن زبان و خط و آثار فرهنگی بومی مساعدت نموده قبول اسلام، زبان و خط عربی را آسان کند، هدف و سیاست خیش قرار داده بودند. باعث تعجب و تحیر نیست که بر اثر همین سیاست بسیار خلقهای غیر عرب از قبیل مصریان، بابوریان، آشوریان و غیره نه تنها رو به اسلام آوردند، بلکه زبان و هویت خیش را از دست داده عرب شدند. عرب‌ها در ایران زمین از جمله در خراسان و ماوراءالنهر نیز همین سیاست را راه اندازی کرده نشر اسلام را میان مردم این سرزمین هدف نخستین خود قرار دادند. دین مبین اسلام برای اصطلاحگران به مثابه اسلحه مفکوروی بود که پس از پیروزی عسکری و سیاسی آنها می بایست غلبه معنوی و مفکوروی آنها را بر مردم کشور تأمین کند. هرچند که در آستانه اصطلاح عرب در ایران زمین نفوذ کیش زردشتی بر اثر نهضت مزدک و ظهور ایمانی خیلی کاهش یافته، تأثیر دین ترسایان در غرب و رواج آیین بودایی در شرق این سرزمین پهناور در وحدت دینی و اعتقادی مردم
رخنه‌های وارد کرده بودند، نشر اسلام در میان خلق‌های آریایی به عرب‌ها به آسانی دست نداد. تاریخ شاهد است که مردمی بسیار شهر و نواحی تسخیر شده بر اثر زوراوری و فشار اصطلاحگران اسلام آوردند، ولی باز دست به عصیان زده از دین نو برگشتند. بنا به خبری نرشخی، اهالی بخارا 3 بار مجبوراً اسلام پذیرفته و باز رقت آورده بودند.